دیگه قرآن میگه که مسلمان باید غمگین نباشه، پژمرده نباشه، پریشان نباشه. کل این آیات است. هدف امسر یک نکته است که اگر میخوای شخصیتت در قرآن ببینی، قرآن میگه مسلمان پژمرده و ژولیده و غمخور و همیشه کسل و تنبل به دردی رشد اسلام نمیخوره. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نباشید، غمگین نباشید، پژمرده نباشید، تنبل نباشید، کسل نباشید، از کار تلاش خسته نشوید. این کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان دارید. قرآن میگه ناامید نباشید. چرا باید مایوس باشه؟ خیلی از جوانا رو میبینه وقتی با اونها مینشینیم، والله میگه سید ما در یک سردرگمی به سر میبریم. چرا جوان؟ چرا باید سردرگم باشید؟ چرا باید مایوس و ناامید باشید؟ ولا تیأسوا من روح الله لا تقنطوا من رحمت الله. یا آیات قرآن است. همونطوری که در نمازت پایبندی داری، در کارت هم پایبندی داشته باش. در امیدوار بودنت هم باید برای خود همونطوری یک حس بدی. به خداوند گمان خوب داشته باش. خدا همیشه با تو است. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمایند قسم به پروردگار که محمد صلی الله علیه و سلم را به رسالت فرستاده، خداوند با بنده اونطوری معامله میکند که بنده نسبت به خدا گمان میکند.